میکند سرمربی تیم ملی جودو کشور محمد مراد عبدالرحمانов. او در مقابل ناور ایتا ناور از کشور اسرائیل ورزشگر 23 ساله و قبل از این رقابت ما با رقابت‌های یا دستاوردهای ورزشگر اسرائیلی توجه کردیم که چندان شایان تحسین نبودند. یعنی یکی از ورزشگران نوکار است. 23 سال دارد. نسبت به شکر محمد میرمحمدوف تجربه کمتر دارد. شکر محمد نیز 23 سال دارد و در همان موقعیت کمیکات موفق نشد. در لحظه اول مبارزه برای کمیکات و شکر محمد با همون اصول بالا زخمت بالا همون کمیکات بالا و حرکت کند اصول اجرا کردن در کار. چون که ایتا ناور در دفاع است و شکر محمد میتواند همون اصول خود را اجرا کند. توانست ببینید اوچیماتای کین زیبا را بسیار به مورد در مدت 45 ثانیه غالبیت با میرمحمدوف شکر محمد داشت در این روز. از لحاظ زمانی شکر محمد میرمحمدوف این ورزشگر که روی تصویر افتخارآفر تاجیک در عرصه رقابت‌های جهانی توانست در کوتاه‌ترین فرصت حریف از کشور میزبان را از سر راه بردارد و دور دوم با اسپایکرز